مثلا همونطور که گفتم اومدم حولش باید آوردن سیف رو بذارم. اول از همه باید یه سیف داشته باشید. البته برنامه ضد آرشیو هم باید داشته باشید که تو برنامه گذاشته. وارد میشید، یک سیو رو انتخاب میکنید، نمایش، بعد اینجا همه رو انتخاب میکنید، کپی، بعد اینجا حواستون باشه میرید رو قسمت اندروید دیتا، بعد اینجا دریملی رو پیدا میکنید، فایل، اینجا کپیش میکنید. الان دیگه سیو برامون اومده. همونطور که می‌بینید سیو پاریست. سیو ها امباپه. اگر برنامه ما رو ندارید هر چه زودتر دانلود کنید و آپدیت جدید رو هم ندارید به کانال ما بفرمایید. اون زیر توضیحات ویدیو میذارم، حتما عضو شید.